سلام علیکم برادرای عزیز، عزیزان دل. امیدوارم که یک و یکتون صحت سلامت هسته. این امروز همه جا یک معرکه داشتیم، یا معرکه برادر ده همه کسا. این خیلی خدا همه را نگهبان باشه. مقصد که دوستا را جمع کرده که دیدار دیگر را بینیم. همینجا گپ در سر چی رفت؟ ایش میگه که اکا هم سیم کارت من تلفن ما دو سیم کارت گای، هر دو سیم کارتش گم شده. گفتم ما هم عقل دوره میگیریم، ما میایستش میکنیم. گفتم خیلی زبرستش میکنیم، با می زبرست کردن ما هم صورت پرتاش گم شد، پیدا نشد. با یک تا دیگهش برادر همجا او طرف خیس گفته که ای برادر گفتی درست تماشکش که ما گفتیم گپ نیست که خیزم خمانه یکی دیگری مدبر مشتگه گفت ما هم سیم کارتم گم شده. و برادر دیگه او گلدشتگی گفته که اکر از تماش که و یکتاش گم میشه، بعد یامو دوم سیم کارتش گم میشه. همش هم خیلی راستماش که ما دیگه همه فکری شدیم. با همیشه یا برادر دیگه داریم کم کم گفت که یا دو ماه همه جلوتکای ما در کرده است چیکار کنم چه خیلی کنم. این برادر میگه برای راستماش کش کنم.